یه همسایه داشتیم، درشون روبروی در خونمون بود. یه روز کولش گوشه بود، رو کولش داشت میرفت که تصفیه حساب خدمت سربازیشو انجام بده و کارت پایان خدمتش رو بگیر و بیاد. خیلی کبوتر داشت، کفتر بازی میکرد. از قضا همون روز هم من رو تو کوچه دید. یک جوون خوش قد و بالا، خوشتیپ، دوست داشتنی و با معرفت و خوش قیافه. همه محل دوستش داشتن. بهم گفت برام برگردم یه دونه کبوتر بهت میدم. خیلی خوشحال شدم و ذوق کردم. رفت. اما یه روز صدای آژیر آمبولانس رو شنیدم، دم در اومدم و دیدم که تابوت اون رو آوردن تو خونه. نمیدونم، سنم بین 6 تا 8 سال بودم، 6-7 نمیدونم دقیقا. شاید خیلی ترس داشته باشه برای یه نوجوان. البته من نوجوانم نبودم، نوباوه بگم، که بره بالا سر جنازه. اما رفتم، دیدمش. هیچی از صورتش، از سرش باقی نمونده بود. انقدر با قنداق تفنگ زده بودن، انقدر زده بودن، واقعا جیگر میخواست جنازه‌شو دیدن. روح شاد. میخوام اینو بگم، اگه بیایم حدود 30 خورده سال، 40 سال از اون زمان جلو و الان تو این زمان حال باشیم و احمدی هم بود، احمد قاسم زاده‌ای بود، البته باید بگم شهید احمد قاسم زاده، آیا حاضر میشد حتی برای دریافت کارت پایان خدمتش خواهر و برادر و نمیدونم کلا ناموسشو ول کنه بره؟ آیا وقتی می اومد زیباترین جای شهر بابلسر دور بزنه، قدم بزنه، دست خانواده‌شو بگیره، حال و هوایی عوض کنه و وقتی ببینه که کانکس هایی که گذاشته بودن یک سری ها کاسبی کنن، در کنارش مردم لذت می بردن از حضور با خانواده ها در این مسیر، قدم می زدن. بذارید اینو قشنگ براتون تصویر سازی کنم. حتی فاصله خیابان طالقانی از پل کوچیک تا پل بزرگ قدیم، اولین پل بزرگ، و از اون طرف هم قدم بزنی و از خیابون فلسطین دوباره برسی به پل کوچیک. این مسیر رو میگم. مردم شاد بودن، قدم میزدن به خانواده ها. هر ساعتی از شب که می اومدن این امنیت وجود داشت و میتونستن لذت ببرن. وقتی که اونها رو جمع کنی، یک فضای سوت و کور درست کنی، یک فضای تاریک که هر قدمش یه گل جوون دور هم جمع شدن، وقتی از بغلشون رد میشی بوی گند مواد حالتو به هم میزنه. هر 100 قدم 200 قدم روی نیمکت 2 تا 3 تا دختر نشستن که یک ماشین تو خیابون بغلشون ترمز کرده، دارن پچ پچ میکنن. انقدر فضا تاریکه که شما حتی وقتی که روی یکی از پل‌های بزرگ، پل بزرگ اول و پل کوچیک وایسی، نمیتونی پل کابلی رو حتی ببینی. پل کابلی که یه زمانی نورپردازیش میکردن، سر پل جوونا می نشستن، حالا نه جوونا، واقعا خانواده ها، باید بگم خانواده ها می نشستن. یه عده که آشنایی به ساز و موسیقی بودن، می زدن، می خوندن، مردم شاد بودن، بدون هیچ تنشی، بدون هیچ اتفاق خاصی، با احساس امنیت کامل. همه اینها رو جمع کنن، کاری کنن که هیچ کس شما نبینی. حتی در ایام عید، چون من کارم همینه، شبها میام قدم میزنم، در ایام عید هم نمیتونستی چنین فضایی رو متصور شی. حتی
هر ساعت شب، ابتدایی ترین ساعت شب، خلوت، سوت و کور، مسیری که میتونه یکی از، نه اینکه بدونه، هست یکی از زیباترین فضاهای گردشگری مازندران و ایران هست. این مسیری که خدمتون گفتم واقعا اگه الان بود احمد قاسم زاده ناموسشو، خانوادهشو ول میکرد بره جنگ، آیا خانوادهش در دل شهر زادگاهش امنیت دارن که بخواد بره لب مرز امنیت رو درست کنه؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم. حرفی دیگه برای گفتن ندارم.